سلام، خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو همونطور که میدونید این موتور من از این قسمت، یعنی این جای 3 کیلومتر دور موتور روغن ریزی دارم. حالا با این قطعه باید قبلی خودش رو دراریم که خیلی آسونه. اینو بزنیم سر جاش. به تنها چیزی که نیاز داریم یه چیزی که باش کاسه نمد بزنیم جا که من همون 3 کیلومتر رو بردم با اینون پیشگوشتی 2 سو. اول باید موتور رو روشن کنیم. یعنی نه نیاز روشن کنیم. بعد اینجا این که داره میچرخه باید اینو بزنیم داخلش یا یه کار دیگه هم مثلا اینطوری اینو بذاریم اینجا در اومده است خودش. مثلا نیازی هم به این کار نبود، این خودش در اومده است. فقط به یه چیزی نیاز داریم که درش بیاریم. درم نمیاد. من ویدیو رو کات کنم چون که یه دستی نمیشه. خب حالا در اومده، فقط باید این پیچه رو باز کنیم که دیگه کامل درات. بازم ویدیو رو کات. خب اینم باز شد. حالا نگاه کنید مثلا نگاه چقدر فرق داره. کاسه نمدی که خراب باشه یکم پیچش زیادی بلنده، یکم طول میشه. خب حالا فکر کنم باید با یه دونه الان دیگه باید راحت در بیاد. بازم انگاری در نمیاد. چه مرگش. خب در اومد. نه این شافت دور موتور بهش میگم. یه پایه واسه دوربین پیدا کنم. نگاه کنید همین یه ذره اینجاش با دوربین فوکوس میکنه. آها این یه ذره که اینجاش خراب شده نگاه باعث شده که این همه روغن ریزی کنه. این سالمه یا اینکی خراب. این هم که جاش حالا دیگه کاری نداره. یکم اینجا رو باید تمیز کنیم، جای روغن قبلی رو. بعد این جدیده هم دیگه این واشر میفته اینجا. بعد کاسه آن بعد اینجاش که مثلا فنریه اینجاش باید بره داخل. این باید رو باشه به این صورت. یک دستی یکم سخت. رفت جا به این صورت. الان دیگه باید بزنیمش سر جاش که خیلی راحت. بعد باید اینطوری بزنیم سفتش با. حالا من سیمشو دارم به این صورت. بعد اینجا رو بزنیم خوب محکم باید بره سر جاش. اگه محکم نزنینش جا ممکنه دوباره هم روغن بده. یکم زور این دیگه در نمیاد. این تمام. حالا نگاه باید این پیچو ببندیم.
الان روغن ریزی برطرف شد. حالا این یه ذره که ریخته اینجا مال همون بود که بازش کردیم، اگر روغن ریزی نداره دیگه. داخل ویدیوهای دیگه هم باید بیایم کاسه نمد گیر بوکس که اینجاست رو باید عوض کنیم، این هم روغن میده. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود.